امرالدین علوتشویف زندانی یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان گفته است به زینه بالایی دادگاه شکایت نمیکند. دقیق نیست که این تصمیم او مستقلانه گرفته شده است یا زیر فشار. علوتشویف را آخر ماه اپریل بر اساس 5 بند کودکس جنایی به 18 سال زندان محکوم کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده و در استودیو با ما است. میرزانبی، چرا علوتشویف از شکایت خود دست کشیده است؟ ببینید، به قبل یک منبع آگاه از قضیه امرالدین علوتشویف گفته است که به بازبینی حکمش باور ندارد. این در حالی است که پیوندان علوتشویف پیشتر نیت داشتند که از بالای قرار دادگاه شکایت برند. ولی یک همصحبت رادیو آزادی که از قضیه آگاه است میگوید امرالدین علوتشویف گفته است باور ندارد که سود بالایی حکم او را تغییر میدهد. تماس مستقیم با خود علوتشویف ناممکن است. مقامات هم در این زمینه شرح نمیدهند، ولی از شکایت دست کشیدن امرالدین علوتشویف سوال برانگیز است، چون به گفته شرکتداران مرافع خود او شام 29 اپریل بعد اعلان 18 سال زندان در حالت شوک افتاد. به گفته خویشاوندانش علوتشویف باور نداشت که دادگاه نسبت او چنین حکم سنگین صادر میکند و مرافع امرالدین علوتشویف همگی چند ساعت در بینای بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه کرد. دادگاه بدخشان علوتشویف را به گروگانگیری، غصب بینا، تشکیل اتحاد جنایی، برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و تشکیل اتحاد اکستریمیستی گناهکار اعلان کردند. پیوندانش میگن علوتشویف گناه ندارد. میرزانبی، آیا درباره وضع سلامتی امرالدین علوتشویف معلومات در دست هست؟ درباره وضع سلامتی علوتشویف معلومات زیاد در دست نیست. آنچه روشن است و در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شود بر اساس قانونگذاری تاجیکستان بعد دست کشیدن از شکایت به زینه بالای حکم امرالدین علوتشویف قوه قانونی می گیرد و او را به زندان می برند. یکی از پیوندانش گفت که به نزد علوتشویف اساساً وکیل دفاع او می درآید و تمام. از میان چهره های شناخته در بین جوانان بدخشان چهارشنبه هم به زندان محکوم شد. قضیه او تا کجا رسید؟ بله خرامان، چهارشنبه ورزشگر محاربه های آمیخته هم روز 13 می به 8.5 سال زندان محکوم شده بود، ولی برعکس علوتشویف چهارشنبه به زینه بالای شکایت برده بود. طبق اطلاع دریافتی ما، وکیلان دفاع چهارشنبه به زینه بالای شکایت بردند، ولی تا حال دادگاه دوشنبه در نسبت قضیه چهارشنبه تصمیم خود را نگرفته است. این ورزشگری شناخته را به دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار کرده بودند، اما خود چهارشنبه خود را بیگناه گفت. وکیلان دفاع این ورزشگر هم حکم دادگاه را غیر قانونی گفتند. سپاس. میرزانبی خالقزاد بود با آخرین تحولات اطراف پرونده های علوتشویف و چهارشنبه.